درود و سلام. این محیط کاربری این سایت و اپلیکیشنی هست که میخوام خدمتتون آموزش بدم. میتونید در داخل کروم ببینید، این در داخل خود سایت هست و داخل کروم به راحتی همه رو به فارسی هم برگردونید و بتونید استفاده بکنید. گت استارت رو میزنید و میخوایم ثبت ناممون رو انجام بدیم. خدمتتون عرض کنم که اینجا ایمیلتون رو وارد میکنید و ثبت نام به همین سرعت انجام میشه و کپچاتون که از اینجا بکشید بیاد اینجا، این جایزتون رو میگیرید. من لینک رو طبق معمول داخل کامنت اول گذاشتم. ببینید محیط کاربری است که شروع میشه، داره براتون استخراج میکنه دلار. و خب را هر کدوم از این ارزهایی که خواستید کلیک کنید از داخل موبایل یا داخل لپتاپ هم که میکشیدش و فقط لازمه روش کلیک کنید و شروع میکنه به استخراج کردن بهتون. ببینید نات کوین، تتر، بیت کوین و همه رو داره و فقط لازمه روش کلیک کنید و استخراج رو استارت بزنید. ببینید من الان روش کلیک کردم، تتر رو برای من استخراجش رو شروع کرد و خب برای هر کدوم دیگه که خواستم میتونم این کار رو بکنم. این بر مبنای تون هست. ببینید هر کدوم که خواستید رو میتونید این کار رو انجام بدید و استخراج های خودتون رو انجام بدید. تا چقدر هم ادامه داره و تا کجا هست این به هر حال ارزهایی که میتونید با استخراجش رو شروع کنید و هر روز بهش سر بزنید. بیت کوینش رو ببینید داره و هم نات کوین و خیلی حالا اون چیزایی که به درد میخوره و ارزم بزرگتون میخواید برداشت بزنید. برداشتش هم خیلی آسون هست و میتونید برداشتش رو انجام بدید بر اساس ارزهای مختلف میتونید برداشت انجام بدهید. ببین الان من دارم یکی یکی فعالش میکنم که به هر حال بتونم که برام شروع کنه به استخراج زدن. الان نات کوین هم فعالش کرد. نات کوین، سولانا، تتر و همه ارزهای دیگه. برای برداشت هم میاد بر اساس اون ارزی که میخواید برداشت کنید میشه اینجا به هر حال لینکش رو برمی‌دارید داخل کیف پولتون میذارید و برداشتتون رو انجام میدید. خیلی راحت از ویترا رو بزنید، از داخل خودش هست. اینجا هم اد کیف پولتون رو میتونید اضافه کنید و برداشت خودتون رو به راحتی انجام بدید. یه حداقل برداشتی هم داره که بعد اون رو به هر حال انجام برسید و بتونید برداشت خودتون رو بزنید. امیدوارم که ازش استفاده لازم رو ببرید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتون.